کلوچه فومن یکی از پرطرفدارترین کلوچه استان گیلانه که تو شهر فومن درست میشه. توی این ویدیو کلوچه فومنی یاد میگیرید که بعد گذشت چند روز به هیچ عنوان خشک و سفت نمیشه، بافت فوق‌العاده نرمی داره. اگه با من طبق ویدیو پیش برید مطمئن باشید یک کلوچه فوق‌العاده بی‌نظیر خواهید داشت. پس با من همراه باشید. سلام، به کانال شیریناگیل خوش اومدید. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که خمیر رو درست کنید، بذارید استراحت کنه. برای شروع اول باید خمیر مایه رو به عمل بیارید. برای عمل آوردن خمیر مایه احتیاج دارید به آب ولرمی که نه خیلی داغ نه خیلی سرد باشه. خمیر مایه رو داخل آب ولرم بریزید. 2 قاشق چایخوری شکر اضافه کنید. حالا باید خوب هم بزنید، روی لیوان رو بپوشونید، بذارید کنار. اگه آرد رو قبلا الک کردید بهتر اینجا دوباره الک کنید. حالا آرد رو بریزید داخل یه ظرف بزرگتر. شکر باقی مونده رو داخل آرد بریزید. بیکینگ پودر رو اضافه کنید. حالا تمام مواد با هم دیگه خوب مخلوط کنید. بعد از مخلوط شدن مواد آردی، روغن مایع به همراه روغن جامد ذوب شده را اضافه کنید. حالا باید تخم مرغ و ماست با هم دیگه مخلوط بشن. بهتره که تخم مرغ و ماست از قبل همنمایی محیط شده باشن. ماست رو به تخم مرغ اضافه کنید، با هم دیگه خوب مخلوط کنید. بعد از اینکه خوب مخلوط کردید، به آرد اضافه کنید. خمیر مایعی که از قبل آماده کرده بودید باید به خمیرتون اضافه کنید. بعد اینکه همه مواد اولیه را اضافه کردید باید شروع کنید به ورز دادن. وقتی که خمیر رو به دست آوردید اون رو به سطح کار انتقال بدید و 7 تا 10 دقیقه کاملا ورز بدید. اگه براتون سخته که خمیر با دست ورز بدید میتونید اونو به همزه منتقل کنید و با سریع خمیرگیری این کار رو انجام بدید. در نهایت خمیر رو به داخل ظرف منتقل کنید. اجازه بدید تو دمای محیط به مدت 45 دقیقه استراحت کنه. در حالی که خمیر رو برای استراحت کنار گذاشتید شروع به تهیه مواد میانی کنید. آرد رو به ظرف اضافه کنید. حالا باید کره یا روغن رو اضافه کنید. یا فقط از 100 گرم کره به تنهایی یا از 50 گرم کره و 50 گرم روغن جامد با هم استفاده کنید. روغن مایع رو داخل ظرف بریزید. پودر هل و پودر دارچین هم بهش اضافه کنید. در آخر هم گردو رو به ظرف موادتون منتقل کنید. حالا تمام مواد باید با هم کاملا مخلوط کنید. بعد اینکه خمیر نرمی به دست آوردید شکر رو بهش اضافه کنید و مجددا مواد با هم مخلوط کنید. مواد به دست اومده رو به گلوله های 30 تا 35 گرمی تقسیم کنید. حالا باید گلوله هایی که درست کردید بذارید کنار تا استراحت خمیر تموم بشه. بعد اینکه استراحت خمیر تمام شد دوباره 1 تا 2 دقیقه اونو ورز بدید تا حجم یا پف خمیر بخوابه.
حالا باید از خمیر چونه های 50 گرمی جدا کنید و کاملا اونا رو گرد کنید. بعد اینکه گرد کردن چونه ها تمام شد، یه پلاستیک روی خمیرها بکشید و بذارید 10 تا 15 دقیقه دیگه استراحت کنه. استراحت چونه ها که تموم شد، به همین شکلی که دارید میبینید اونا رو باز کنید. مرکز چونه ها باید مثل تصویر قله مانند باشه. حالا باید گلوله های مواد میانی که از قبل تهیه کرده بودید و داخل خمیر بذارید و خمیر مثل تصویر ببندید. یک کم آرد روی سطح کارتون بپاشید، چونه خمیر رو روی سطح کار بذارید، خیلی کم با دست پهن کنید تا چونه ها از حالت گردی خارج بشن. بعد هم یه مقدار آرد روی خمیرها بپاشید. مهر کلوچه رو به آرد بزنید، مقدار اضافه آردش رو بگیرید، خمیرتون رو مهر بزنید، فشاری که روی مهر وارد میکنید یکسان باشه تا طرح مهر یک دست بشه. و در آخرم خمیرهای مهر زده رو به سینی فر منتقل کنید. بعد اینکه مهر زدن خمیر تموم شد، باید رومال کنید. طرز تهیه رومال رو توی دیسکریپشن براتون نوشتم. بعد تموم شدن رومال با یه چاقو چند تا شکاف روی کلوچه ها ایجاد کنید تا هم موقع پف نکنه و هم کلوچه هاتون کامل بپزه. برای تزیینم میتونید از کنجد یا خاکشیر یا تخم خرفه استفاده کنید. در نهایت کلوچه ها رو داخل فری که از قبل کاملا داغ شده تو دمای 200 درجه به مدت 10 تا 12 دقیقه بذارید بپزه. اگه مدت زمان بیشتری توی فر باشه باعث میشه کلوچه ها سفت و خوش بشه. فرایی هم که فن ندارن 2 دقیقه قبل برداشتن کلوچه ها گریل بالا روشن کنید تا روی کلوچه ها پخته بشه. اگه تا اینجا از ویدیوی ما خوشتون اومده، برای حمایت از ما لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا اگه آموزش جدیدی گذاشتیم مطلع بشید. اینم بافت نرم کلوچه فومن که از تو فر در آوردیم گذاشتیم خنک شده. این کلوچه رو میتونید داخل پلاستیک یا ظرف دردار که کیپ میشه بذارید و تو فریزر به مدت طولانی نگه دارید. موقع سرو هم کلوچه ها رو گرم کنید و میل کنید. امیدوارم که این کلوچه نرم و خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزانتون نوش جان کنید.